سلام، بیننده برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی هستیم. امروز 20 فوریه است و من مومین احمدی با همکارانم در خدمت هستیم. نگاه به سرخط خبرها. رادیوی آزادی معلوم کرد که 3 نفری که در عملیات مقامات روس در شهر پسکو کشته شدند شهروندان تاجیکستان بودند. ماجرای لفظی میان پرزیدنت امریکا و اوکراین سخت‌تر شد. دونالد ترامپ زلنسکی را دیکتاتور نامید. امبودسمن تاجیکستان تعریف کرد که رعایت حقوق مردم در کشور بهتر شده است، ولی دیگران اعتراف نمی‌کنند. قبول قانون نو درباره برابری و برهم‌زنی همه گونه شکل‌های تبعیض اون ولایت‌هایی هستند که ما قبول کردیم. در آسیای مرکزی یگان مقامات ندارد. برنامه را از یک خبر آغاز می‌کنیم که جزئیاتش تازه به دست رادیوی آزادی رسید. مقامات روسیه روز 13 فوریه اعلام کردند که 3 زاده آسیای مرکزی را در کنار شهر پسکوف کشتند که عضو یک سازمان تروریستی بوده قصد عملیات تروریستی داشتند. بخش میگرانت میدیای رادیوی آزادی معلوم کرد که این 3 مهاجر از تاجیکستان بودند. افراد کشته شده پرویز رستموف ساکن شهر ترسونزاده، جاوید جمعیف و عزیزجان اعظم قلزاده ساکنان شهر پنجکند بودند. چندی از دوستان این مهاجران گفتند که اظهارات مقامات روس دروغ است. هر 3 جوان تاجیک در گذشته در طربخانه در شهر پسکوف کار می‌کردند. در نوار مقامات روسیه جسد 3 نفر دیده می‌شود که یکی از آنها گویا سلاح در دست کشته شده است. اکثر کاربران نوار را ساخته مقامات روس نامیدند. گزارش را در این باره به زودی نشر می‌کنیم. و امید بابازاده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان میگوید که رعایت حقوق مردم در کشور بهتر شده است. او در نشست خبری تعریف کرد که در کشور برای حمایت از حقوق انسان و تأمین برابری آنها قانون‌های قبول شده است که دیگر کشورهای آسیای مرکزی ندارند. ستایش او در این مورد در حال است که تنقید تاجیکستان برای زیر پا کردن حقوق انسان و یا بی‌اعتنایی به آن سالهای اخیر بسیار شده است. براد یوسفی گزارش می‌دهد. البته نه اینکه این ساختار سفارت امید بابازاده وکالتدار حقوق انسان یا امبودسمن تاجیک وضع حقوق بشر در تاجیکستان در سال 2024 را رو به بهبودی دانست. او در نشست خبری نهاد زیر رهبریش ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی از بدتر شدن حقوق بشر در کشور را بی‌پایه خواند. از سرچشمه‌های بی‌اعتماد بسیاری چیزا میگیرن وایو. یعنی من یک وقت با دپارتمنت کتیبات ایالات متحده آمریکا گرفته بودم و واکنشم کردم که اون چیزی که در مورد وکالتدارم وایو گفته بودن اما وقتی فعالیتشون این خیلی است حالا اون که در همون مورد اطلاعاتی وایو داشتن تمام خطا بود و همین گزارشگری دیدمان حقوق بشر هم ابی خیلی است. من میخونم بسیاری چیز اساس ندارد. البته امبودسمن تاجیک با نامبر کردن چند قانون نو در مورد حقوق انسان وضع حقوق بشر را در قیاس با کشورهای منطقه بهتر نامید. نهایت پیشروی زیاد است. ما حالت‌های داریم، حالت‌های مثبتی داریم که دولت‌های دیگر ندارند. قبول سندهای مختلف استراتژی ملی حقوق انسان درباره حقوق برای سال 38 دیگر سندها قبول قانون نو درباره برابری و برهم‌زنی همه گونه شکل‌های تبعیض اون ولایت‌هایی هستند که ما قبول کردیم. در آسیای مرکزی یگان مقامات ندارد. فعالان سیاسی مقیم اروپا با نام بردن موردهای بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران و چهره‌های سیاسی ادعای امبودسمن تاجیکستان را غیر واقعی می‌دانند. در تاجیکستان خبرنگارهایی که حتی طرفدار حکومت هستند و در جای اگر یک نهاد حکومتی رو هم تنقید کنند اونا دیگر زندانی می شوند. یعنی که کلا در تاجیکستان حقوق انسان رعایت نمی شود و یک سال اخیر این پرونده های مشهور یک سال اخیر نشان داد که در تاجیکستان حقوق انسان وضعش بدتر شده است. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch روز 16 ینور با تاکید به سرکوب دیگراندیشان، بازداشت خبرنگاران و شخصیت‌های شناخته، کوشش مقامات تاجیکستان برای استرداد نمایندگان مخالفان از خارج وضع حقوق انسان در سال 2024 را بدتر دانست. تاجیکستان در سال 2024 برای بازداشت و زندانی شدن روزنامه‌نگاران، چهره‌های سیاسی و ممنوع اعلام شدن آوردن، فروش و پوشیدن لباس به فرهنگ ملی بیگانه برای زنان از سوی سازمان‌های زیاد و برخی کشورها مورد انتقاد سخت قرار گرفت.
برنامه رو با یک گزارش بین المللی ادامه میدهیم. بحث لفظی میان دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا و ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین غیر انتظار تندتر شد. دونالد ترامپ روز 19 فوریه پرزیدنت اوکراین را دیکتاتور نامید و گفت که او باید برای رسیدن به صلح تلاش کند تا کشورش را از دست ندهد. زلنسکی گفت ترامپ تحت تاثیر دروغ پراکنی مانده است. همکارم شهلای گلخوجه گزارش خبرگزاری رویترز را تقدیم می‌کند. روز 19 فوریه دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا در بحث لفظی با ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین پاسخ تندتر داد و او را دیکتاتور بی انتخابات نامید. او در صفحه‌اش در تروث سوشال با زلنسکی نوشت بهترش زودتر عمل کند تا کشورش را از دست ندهد. این نوشته یک ساعت بعد از آن پیدا شد که زلنسکی گفت ترامپ تحت تاثیر دروغ پراکنی روسیه قرار گرفته است. پرزیدنت ترامپ از این پیش گفته بود که اوکراین امکان پیشگیری از جنگ رو داشت ولی این کار را نکرد. دریغا پرزیدنت ترامپ که او را همچون رهبر ملت امریکا احترام میکنیم، ملتی که همیشه از ما پشتیبانی کرده است، متاسفانه تحت تأثیر دروغ پراکنی مانده است. زلنسکی همچنین گفته ترامپ رو که از او تنها 4% اوکراینی ها پشتیبانی میکنند دروغ پراکنی روسیه نامید. ترامپ گفته بود باید در اوکراین از نو انتخابات پرزیدنتی شود چون زلنسکی محبوبیت ندارد. ماه فوریه یک سازمان بعد از نظرپرسی اعلام کرد که 57% اوکراینی ها به زلنسکی باور دارند. ترامپ در حال از زلنسکی تنقید میکند که روز 24 فوریه از هجوم روسیه به خاک اوکراین 3 سال پر می شود. روسیه به آهستگی پیشروی میکند و 20% خاک اوکراین را اشغال کرده است. مهلت 5 ساله پرزیدنتی ولادیمیر زلنسکی آخر سال 2024 به پایان رسید ولی قانون‌های اوکراین در شرایط جنگی برگزاری انتخابات را اجازه نمیدهند و زلنسکی حق ادامه کار را دارد. جنگ لفظی میان پرزیدنت آمریکا و اوکراین پس از آن آغاز شد که دونالد ترامپ روز 12 فوریه تلفنی با پوتین گپ زد و سیاست آمریکا در مورد تجاوز روسیه به اوکراین تغییر یافت. بعد این دیپلمات‌های بلندپایه آمریکا و روسیه در عربستان سعودی درباره جنگ در اوکراین گپ زدند ولی به این ملاقات نماینده‌های اروپا و اوکراین دعوت نشدند. پوتین روز 19 فوریه از نتیجه این ملاقات ستایش کرد و گفت در مذاکرات برای ختم جنگ اوکراین نیز شرکت خواهد کرد. کیت کلوگ فرستاده ویژه ترامپ به کیف رفته است. او به خبرنگاران گفت که نگرانی امنیتی اوکراین را درک می‌کند و نظر مقامات این کشور را به واشنگتن می‌رساند. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات شهر خوجند به یک شرکت امر دادند که هرچی زودتر ساختمان بینای ناتمام را به پایان رساند وگرنه کارشان به دادگاه می رود. سخن درباره یک بینای می رود که لیفت ندارد و ساکنانش با ترس و لرز در آن زندگی می کنند. فرزان محمدی گزارش می دهد. اون بینایی که شما گفته ایستاده. فردوس شریف زاده رئیس شهر خوجند در نشست مطبوعاتی آخر ماه ینور به شکایت گروهی از ساکنان یک بینای بلندآشانه پاسخ داد. ساکنان از سطح پست خدمترسانی و نبودن لیفت شکایت داشتند. پیشتر آنها گفته بودند که مراجعت تکراری به چندین نهاد نتیجه نداده است. حال ما و بینای قبول نکردیم و سند قبول ندارد. از اون جمله اون نفرانی که امروز اونجا زندگانی کرده ایستادند ما گفته بودیم که گروه کاری رواد پورا آبش برقش خاموش کند لیکن از حسابی که بعضی از اونجا زندگانی میکردی که دیگر شرایط خانه دیگر ندارند یک ماه با ما سپارش داده بودیم که اگر همین 100% همون بینو آماده شده ما برای سند قبول پیشنهاد نگردد ما و مواد که مقامات حفظی حقوق به علاقه سپردگی نسبتش چاره دیده می شود. ساکنان بینای نوساخت بلندآشانه در خیابان کمال خوجندی میگویند هرچند منزل را با نرخ گران خریدند تقریبا 1 سال است که بی لیفت زندگی دارند. قسمی از آنها سالمندند یا در عائله معیوبان و کودکان خردسال دارند.
رخشانه شریپوف ساکن این بنا به کمک شوهرش نمیتواند بیرون براید. او معیوب گروه یکم است و با عربچه حرکت میکند، اما نبودن لیفت زندگی آنها را سخت دشوار کرده است. خانه آنها در طبقه نهم جایگیر است. رخشانه معلمه زبان انگلیسی است، اما بنابر نبودن لیفت بیکار نشسته است. وقتی که در اینجا ما کشتم دست کردیم، آرزو داشته بودیم که بیناهای نو، اینفراستراکچوراش مول، بعضی با پاندوس میپرویم، با لیفت میشنیم، عربچه هم کتی. لیکن نیست است حالم. نه تنها رخشانه بلکه دو فرزند آنها نیز که یکی معیوب است هر روز باید با کمک پدر به مکتب کودکستان روند. اکثری باشندگان این بلنداشانه حدود 1 سال باز در اینجا زندگی دشوار دارند. باز بودن نقب لیفت و رعایت نشدن قاعده بی‌خطری خانواده ها را سخت نگران کرده است. آنها میگویند چند حالتی به فلاکت دچار شدن فرزندانشان را پیشگیری کردند. حالا در شهر خوجند ساختمان بلنداشانه ها در اوج است و اکثرا شرکت های غیر دولتی به ساختمان آنها مشغولند. در چند بنای دیگر از سطح پستی خدمات به مثل مشکل آب و تشناب و برق و راه ناهموار و جای نامناسب پرتوها شکایت ها می رسند. مقامات ناحیه واسه سبب بستن یکی از بزرگترین بازارهای ناحیه را شهر دادند که آنجا صدها نفر خرید و فروش می‌کردند. بیشتر از 400 فروشنده و تاجر بازار هولبوک تقریباً 1 ماه است که از حق خرید و فروش در اینجا محروم شدند. جزئیات بیشتر در گزارش محمود جان رحمتزاده. 4-5 هزار مثال اویلا مقامات دولتی ولایت ختلان سبب‌های بسته شدن بازار هولبوک یکی از کلانترین فروشگاه‌های منطقه کلابرو شهر دادند. این بازار در کنار راه آهن و شاهراه بین‌المللی و حدود ناحیه واسه جایگیر است. رئیس این ناحیه گفت هرچند بازار 24 ینور بسته شد تا حال مردم سبب می‌پرسند. مردم بسیار تلفن کرده سایمودا. برای چی جمعه بازار محکم میکنیم؟ برای چی خیلی فکر نمیکنن که یک روز میشود که اگر به طرفی مو یا که سابستانسیامون یا اکولوژی یا مو باشه یا حادثه میشود. گفته می شود بازار با دستور رئیس ولایت ختلان و به علت کمبودی های زیادی مربوط به این فروشگاه بسته شده است. رئیس ناحیه گفت تا پوره اصلاح شدن این نارسایی ها بازار بسته میماند. مهلت دادیم، همون مهلت هم که شما اقلا یک طرف سر کرده همه طلبات به قاعده‌های سانیتاری و گیگیانی، طلبات به تازگی اکولوژی، حقوق همو فروشنده، لیکن جوابگو نشد همه. رئیس ناحیه واسه همچنین زیاد بودن ماشین ها و تنبشوی در شاهراه را سبب دیگری بسته شدن آن نامید و گفت آوازه ها را در اطراف قضیه نیز شنیده است. در آوازه کردن که رئیس ناحیه اینا خیلی چیکار مردم اینا گیتای با دیگه کس میتن. بیگزور با دیگه کس بغلطه. بیگزور کسی کنه که همونجا آباد کنه، تازه کنه، مثال بشه موزید نیست میده. لیکن این روز با طلبات جوابگو نیست. نه برای نه با سانیتاری و گیگیانی، نه با اکولوژی، نه با یگون چی طلبات جوابگو نیست باور کنیم. برای همین من کردیم ترتیب تا بداریان با همه کسا میبینیم همه قاعده و قانونش را رعایت کنن مرامت ما اجازت میدیم. اما رهبریت بازار گفت که بازار هیچ کمبودی ندارد. با گفته رئیس بازار سال گذشته بعدی بسته شوی آنها کمبودی ها را اصلاح کردند. حالا هفته چهارم است که تا 400 تاجر اجازه فروش را ندارد. این در حالی است که ساکنان بسته شدن جمعه بازار هولبوک را یک مشکل دیگری خرید و فروش مالی ضروری خود و بلند رفتن نرخ‌ها می‌نامند. اما رئیس ناحیه گفت که در 3 سال فعالیت او باری سوم است که بازار بسته می شود. آخرین بار بازار سال 2023 1 ماه بسته ماند، اما بعداً دوباره باز شد. حالا دیگر معلوم نیست که اکنون بازار تا کی بسته میماند. برنامه با پایان رسید. با راه ساده و آسان خبرهای ما را از صفحه‌های رادیو آزادی در تلگرام و تیک تاک پیدا کنید. در پایان برنامه پیوندها گذاشته شدند. خدا نگهدار.